سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بحث ریدهای ضد مهاجران تاجیک در مذاکره ها با دو وزیر حکومت روسیه. عاقبت جنگ صدای آبنبار نیروگاه کاخوفکا رخنه شده است. برکناری پروکورور یوم برای چشم‌پوشی به جنایت‌های زمین فروشی. نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون از عالم چشم پوشید. در 3 روز ماه ایون 7 کودک غرق شدند. فرزندانتان را احتیاط کنید. و اکنون تفصیلات خبرها. در حالی که روز 5 ایون سال 2023 وزیران کارهای داخلی و خارجه روسیه ولادیمیر کلاکولتسف و سرگئی لاوروف با سفرهای رسمی علاهده وارد تاجیکستان شدند، نیروهای پلیس روسیه از ساختمان یک مکتب در شهرک رژافکی نویه سولنیشنگورسکی ولایت مسکو باز 24 مهاجر تاجیک را به قبل این مهاجران برداشته بردند. مهاجرانی که در ساختمان این مکتب کار میکردند به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که سندهایشان درست بود و آنها در ساختمان این مکتب قانونی با پتنت و قرارداد کار میکردند، ولی با این وجود کارمندان پلیس با بهانه تفتیش حجت‌ها آنها را به شعبه پلیس برده چندین ساعت نگاه داشتند و با هر بهانه پروتکل کردند. این رید نوبتی به ضد مهاجران تاجیک در حالی است که بنا به خبرهای رسمی وزیران کارهای داخلی و خارجه تاجیکستان رمضان رحیمزاده و سراج الدین موریدین در ملاقات‌هایشان با ولادیمیر کلاکولتسف در شهر گلستان ولایت سوغد و با سرگئی لاوروف در دوشنبه در برابر مسائل دیگر موضوع بازداشت‌های مهاجران را نیز بررسی کردند. وزارت داخله در این باره تنها یک جمله خبر داده است که همزمان مسئله‌های مهاجرت و مشکلات علاقمند به آن مورد محاکمه رهبران اول وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در اطلاعیه‌اش درباره بررسی مسئله مهاجرت در جریان مذاکرات سراج الدین موریدین با سرگئی لاوروف تفصیلات بیشتر داده است. رهبران مقامات سیاست خارجی به مسائل همکاری‌ها در ساحه مهاجرت و توجه خاصه ظاهر نمودند. جانب تاجیکستان تاکید نمود که ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای مقامات دولتی روسیه جهت به تنظیم درآوردن روندهای مهاجرت حقوق و آزادی‌های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه باید رعایت گردند. لاوروف در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز ملاقات داشت، ولی در این باره که آیا آقای رحمون با لاوروف موضوع مهاجرت را بررسی کردن یا نه در اطلاع رسمی خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چیزی گفته نشده است. درباره اینکه مقام‌های بلندپایه دو کشور در مسئله مهاجرت به چه توافق یا معامله رسیدند و آیا این همه ریدهای بی‌اصل به ضد مهاجران تاجیک در روسیه قطع خواهند شد یا نه نیز در اطلاع رسمی چیزی گفته نشده است. سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترکش با سراج الدین موریدین حد الامکان از هر نوع شرح این موضوع فرار کرده و تنها چند معلومات کونه را ذکر کرد. از جمله او یادآور شد که مسکو همیشه پیشنهادهای دوشنبه برای عفو مهاجران را میپذیرد و بار آخر 2 سال پیش 120,000 مهاجر تاجیک را به عباره رهبر اداره سیاست خارجی روسیه با وجود قانون شکنی‌های ماموری داشتهشان عفو کرد. لاوروف تنها وعده داد که من بعد هم به منفعت‌های دوستان تاجیکمان با توجه زیاد مناسبت خواهیم کرد و مشکلات پیش آمده را قطعاً در چارچوب قانونگذاری روسیه حل خواهیم کرد. لاوروف بعداً در سخنرانیش در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه گفت بسیاری‌ها کوشش دارند که بین روسیه و تاجیکستان جدایی اندازند، ولی کوشش جدایی اندازی بین کشورهای ما به جایی نخواهد رسید. او در مورد این ادعای خود تفصیلات نداد. بازدید یک باره 2 عضو مهم بلندپایه حکومت روسیه از تاجیکستان در حالی است که طی چند هفته اخیر از روسیه درباره موج نو بازداشت‌های عمومی مهاجران تاجیک خبرها به دست می‌رسند. این موج فشار و تعقیب شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. صبح 6 ایون سال 2023 رسانه‌های اوکراینی از تخریب سربند نیروگاه برقی آبی کاخوفکا که در ولایت خرسون اوکراین و حال باشد تحت کنترل روسیه قرار دارد خبر دادند. جانب روسیه در اول رخنه شدن صدر را خبر فیک گفت، ولی بعداً تصدیق کرد که سربند نیروگاه رخنه شده است.
اوبنبور نیروگاه کاخوفکا یک منبع اساسی تامین آب نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده کریم به شمار می رفت و حتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته در یک سخنرانیش تامین آب کریم را یکی از سبب‌های شروع حمله روسیه به اوکراین نام برد. فرمانده فوری نیروهای یوگ اوکراین در صفحه فیسبوکی خود روسیه را عیبدار نمود که ارتش روسیه دم نیروگاه کاخوفکا را ترک کنید. مقامات حربی اوکراین میگویند صد اوبنبور نیروگاه کاخوفکا را نیروگاه دیویزیون 205 ارتش روسیه ترک کنیدند. شهردار نو کاخوفکا ولادیمیر لیونتوف که از جانب روسیه به وظیفه گذاشته شده است در اول خبر رخنه شدن اوبنبور را هرزه نامید، ولی بعدا این خبر را تصدیق و جانب اوکراین را عیبدار کرد که بر اثر موشکباران اوکراینی ها به صد آسیب جدی رسیده چند درغات خراب گردیده است. از این لحاظ او به پایان جاری شده ایستاده است. بنا به خبرها یک قسمت بزرگ شهر نو کاخوفکا بر اثر فرو ریختن آب اوبنبور الکی زیر آب مانده است. اما منابع تاس در حکومت روسیه موشکباران شدن صده از طرف ارتش اوکراین را رد کرده گفتند حمله موشکی در گرد اطراف سربند به قید گرفته نشده است. صد به جریان آب تاب نآورده یک درغاد رخ نشد و همین طور آبخیزی به عمل آمد. در اوکراین بر اینه که روسیه با مقصد گرفتن پیش روی حمله جوابی ارتش اوکراین دست به تخریب اوبنبور زده است. در رابطه با تخریب صد نیروگاه آبی پرزیدنت اوکراین خواستار نشست اضطراری شورای امنیتی ملی شد. او در صفحه توییتر خود نوشت که تروریستان روسیه با تخریب نمودن صد کاخوفکا بار دیگر به جوانان تصدیق نمودند که آنها را باید اثر گوشه و کنار خاک اوکراین راند. حتی 1 متر مربع خاک اوکراین را نباید به آنها واگذاشت، زیرا آنها زمین اوکراین را به مقصد ترور مردم اوکراین استفاده میبرند. تنها غلبه به مردم اوکراین امنیت را فراهم میآورد و ما به این پیروزی دست خواهیم یافت. نه آب، نه موشک و نه هیچ حمله های تروریستی روسیه پیش روی اوکراین را گرفتن نمیتوانند. اما سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف دست داشتن روسیه در تخریب صده را رد نموده میگوید که این حمله از قبل تعریض شده اوکراین است، چون که ارتش اوکراین ضمن حمله های جوابی خود به یگان پیشروی در جبهه جنگ نویل نشد و دست به چنین ویرانکاری زده ایستاده است. مشاور رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین داریا زاریویان گفته است ترکاندن صده کاخوفکا از جانب ارتش روسیه این برای پیشگیری از حمله‌های جوابی اوکراین است و آنها میخواهند با این راه مانع ایجاد کنند تا حمله‌های ارتش اوکراین کند شود. همچنین داریا اضافه نمود که ترکاندن صده نیروگاه این معنای آن را دارد که کریم بی‌آب میماند. هنوز در اول روزهای جنگ که ولایت خرسون از طرف ارتش روسیه غصب شده بود، والی کریم گفت که یکی از هدف‌های جنگ این برقرار نمودن آبرسانی از ولایت خرسون به نیم جزیره کریم است. بنا به باوری حکومت روسیه برقرار نمودن آبرسانی از این اوبنبور به منطقه‌های غصب شده کریم میلیاردها روبل فایده می‌آورد. هنوز ماه اکتبر سال 2022 پرزیدنت اوکراین گفته بود که اگریگات‌های گیس کاخوفکا از جانب تروریست‌های روس بمبگذاری شدند. رهبران اتحاد اروپا و ناتو روسیه را در ویران کردن اوبنبور نیروگاه کاخوفکا عیبدار می‌کنند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ تخریب اوبنبور نیروگاه کاخوفکا را عمل نامید که بار دیگر بیرحمی جنگ روسیه در اوکراین را به نمایش می‌گذارد. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل با اظهار شوق از این حمله گفت از بین بردن انشاءات ملکی همچون جنایت جنگی تعبیر می شود و ما روسیه و لختک‌های دست نشاندهشان را به جوابگری خواهیم کشاند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. محمود شریفزاده دادستان ناحیه یووان برای چشم‌پوشی به موردهای غصب و فروش زمین از مقام برکنار شده است. فرمان را هفته گذشته یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان صادر کرده است و دو منبع آگاه رادیو آزادی روز 6 یونیو سال 2023 گفتند که فعالیت محمود شریفزاده را یک کمیسیه دادستانی کل تحقیق می‌کند. به گفته آنها در ناحیه ده‌ها مورد استفاده غیر قانونی زمین آشکار شده است که دادستانی یووان همچون نهاد ناظر رعایت قانونها به آنها چشم پوشیده است. محمود شریفزاده و نزدیکانش برای شرح این قضیه هنوز دسترس نیستند. محمود شریفزاده از ماه سال 2020 پروکورور یووان بود و بعد همگی 3 سال کاریش برکنار شد. این در حالی است که پروکورورها معمولا برای 5 سال
تعیین می شوند. اما در سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان نام محمود شریف زاده با عکسش تا به حال به عنوان پرокурور نایب یووان ایستاده است. بنا به ترجمه حال رسمیش که در سامانه رسمی دادستانی کل نشر شده است، شریف زاده محمود عزت الله رتبه مشاور عدلیه درجه 2 داشته رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. او سابقه کاریش را سال 2005 به حیث کارآموز در وظیفه یاردمچی پرокурور نایب اسماعیل سامونی شهر دوشنبه آغاز کرده، سال 2007 تا 2011 مفتش دادستانی نایب اسماعیل سامونی، سال 2011 مفتش ریاست تفتیش پرونده های جنایت های مخصوصا مهم دادستانی کل بوده است. محمود شریف زاده سپس سال 2012 معاون پرокурور شهر کانه‌بادام، از سال 2013 معاون پرокурور شهر وحدت، از سال 2014 تا 2020 معاون یکم پرокурور شهر وحدت بوده. ماه سال 2020 پرокурور نایب یووان تعیین شد. فروش زمین را در تاجیکستان مشکل رقم 1 و یکی از منبع‌های اساسی عمل‌های کروپسیونی منصبداران خرد و بزرگ می‌شمارند. تقریبا هر هفته درباره بازداشت این یا آن منصبدار و یا میانروهای آنها با اتهام گرفتن پاره در عوض وعده جدا کرده دادن زمین خبرها به دست میرسند. با چنین اتهام 2 سال پیش تا شهردار کولاب بهرام عنایت‌زاده به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت‌زاده تا کنون بلندپایه‌ترین منصبدار است که برای زمین فروشی محکوم به زندان شده است. اما طور تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد در اکثر موردها منصبدارانی که برای زمین فروشی و گرفتن پوره به دست می‌افتند با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می‌شوند. باور می‌رود که این منصبداران در عوض پوره به چنین جزاهای سبک نائل می‌شوند. ستار ترسون نویسنده خلقی تاجیکستان و یکی از نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک نیمه دوم عصر 20 و اول عصر 21 شب 5 یونیو سال 2023 در سن 77 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش تقریبا 3 سال آخر ادیب شناخته از سرطان غدود زیر معده رنج میکشید و در نهایت امین مریضی سبب مرگش شد. مراسم وداع با ستار ترسون روز 6 ایون ساعت 12:00 در نزد خانه‌اش کوچه اسدالله غلاموف و سپس ساعت 13:00 نماز جنازه ادیب در مسجد مرکزی پایتخت برگزار می شود. ستار ترسون را در آرامگاه لوچاب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و علم و فرهنگ تاجیک به خواب می سپارند. اهل فرهنگ و ادب در گذشت ستار ترسون را یک تلفات بزرگ برای ادبیات معاصر تاجیک می نامند و می گویند او از آخرین نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک نیمه دوم عصر 20 به شمار می رفت. ستار ترسون 15 فوریه سال 1946 در دهه پسرخی نویه بویسون ولایت سرخندری ازبکستان به دنیا آمده. سال 1970 بخش عربی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ستار ترسونوف سالهای 1993 اولین سخنگوی رهبر دولت امام علی رحمان و سالهای 1994-1997 سردبیر مجله ادبی روسی پمیر بود. بعدا چند سال دیگر وظیفه سردبیری نشریه وزارت فرهنگ تاجیکستان بهار عجم را به عهده داشت. ستار ترسون از سال 1972 عضو اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی می باشد. ستار ترسون سال 1994 سزاوار عنوان کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان، سال 1998 سزاوار عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان گردیده، سال 2006 جایزه دولتی ابوعبدالله رودکی معتبرترین جایزه ادبی در کشور را به دست آورده بود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 ایون سال 2023 درباره غش شدن باز 2 نابالغ خبر داد. با آنکه موسم آبازی در تاجیکستان رسما 1 ایون آغاز یافت، تنها در طی 3 روز اول ماه ایون الکی 7 نابالغ در آبهای تاجیکستان جان باختند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، ساکن 14 ساله کوچه حمزه شهر خوجند روز 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 14:35 هنگام آبازی در دریای سیر غرق شده است. بعد دریافت خبر، امدادگران دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته در ولایت سوغد ساعت 14:50 به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 15:20 جسد نابالغ را پیدا کردند و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. سبب مرگ او تحقیق می شود. همچنین یک پسر نابالغ دیگر از دهه توتک جماعت دیوت غفار میرزای نوعه خوولینگ هنگام آبازی در آبانبار آب زمین‌های پولیزی غرق شده است. او همگی 13 سال داشت. جسد او را ساعت 13:30 روز 3
ایون پیدا کرده به والدانش سپردند. سبب مرگ نابالغ آبازی در مکان ممنوع و بینظارتی والدین گفته شده است. قبلا نوبدار شعبه ولایت‌های فوق‌العاده از غرق آب شدن دو برادر نابالغ ساکنان کوچه صدیر نویه واسه خبر داد که یکی 13 و دومی 11 سال داشت. این دو برادر هنگام آبازی در قلمرو جماعت خلبوق محله سینا غرق شدند. بعد دریافت خبر امدادگران دسته مخصوص زودعمل نجات منطقه کولاب ساعت 14:00 به جای حادثه سفربر گردیده کارهای جستجویی را آغاز نمودند. ساعت 17:00 جسد یکی از این دو برادران پیدا و به والدانش سپرده شد. جستجوی جسد دوم تا تاریکی ادامه داشت ولی به نتیجه انجام یافت. تنها روز 4 ایون جسد نورس دوم هم پیدا و به صاحبانش سپرده شد. فاجعه دیگر در نوع رودکی رخ داده است. روز 3 ایون یک دخترچه 7 ساله ساکن دهه نوبنیاد جماعت دیوت چورگلتپه نویه که میخواست برادر غرق شدهش را نجات دهد وارد آب کانال شده غرق شده است. دادرش را بعدا ساکنان دیه از آب بیرون کشیدند ولی جسد دخترچه را تنها روز 4 ایون پیدا کرده به پدر و مادرش سپردند. همچنین نیمه دوم روز 1 ایون ساعت 17:20 از شعبه کارهای داخلی نویه فردوسی به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دادند که در کل میخکریر محله جمتپه یک نابالغ غرق شده است. با دریافت خبر دسته نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته در نتیجه گذراندن کارهای جستجویی از زیر آب ساعت 18:40 جسد غرق شده را پیدا کردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. معلوم گردید که او یک نورس 14 ساله اقامت کننده نویه سینا محله نوبهار 2 بوده است. به حساب کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال 2023 در کل و جوی و دریاهای جمهوری الکی 47 نفر غرق شدند. از این شمار 26 نفرش را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده والدانی که در ماتم جگربندان خود نشستند اظهار تسلیت کرده بار دیگر از پدران و مادران خواست که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.